راهنمای بازی جذاب ژوگادو بیشو بدتایم VIP. این بازی 3 مرحله داره. مرحله اول مبلغ شرط بندی خودتون رو انتخاب کنید. مرحله دوم حیوانای شانس خودتون رو انتخاب کنید. در این مرحله 1 یا 5 حیوان رو انتخاب کنید و بعد برای هر شرط بلیت بخرید. همچنین میتونین دکمه تاس رو فشار بدین تا 5 حیوان تصادفی انتخاب بشه. شما همچنین میتونین حیوانای مورد علاقه خودتون رو علامت گذاری کنید. مرحله سوم، حالا به 5 حیوانی که تصادفی انتخاب شده نگاه کنید. اگه حیوان انتخابی شما با یه علامت تایید نشان داده شد، شما برنده شدین. شما حتی برد بیشتری میتونین داشته باشین اگه بتونین موقعیت حیوان رو هم درست انتخاب کنین که اون وقت با 2 علامت تایید نشون داده میشه. ویژگی جالب یا مهیج. یکی از ویژگی‌های جالب بازی جنبه اجتماعی اونه. در واقع همه بازیکنان حیوانات انتخاب شده توسط هر بازیکن رو میبینن. پس ویژگی چت جذاب‌تر و رقابتی‌تر میشه. میبینم که دارین میرین توی بدتایم VIP تا بازی ژوگادو بیشو رو امتحان کنین. پس موفق باشید. بدتایم VIP.